ادامه بخش چهره‌های ماندگار. عبدالرحمن جامی پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. مناسبت جامی و نوایی نمونه برجسته دوستی و صمیمیت پیر و مرید، استاد و شاگرد، برادر با برادر بود که هیچ غرضی در خود نداشت. جامی دوستی و رفاقت شاگرد خود نوایی را در داستان لیلی و مجنونش با این معنی به قلم داده است: خاصه که به باغ آشنایی بر شاخ وفا بود نوایی. بنا به گفته بابا جان غفورов که در شاه اثر او تاجیکان آمده است، سال 1492 یعنی وقتی که مولانا جامی وفات نمود، نوایی و دوستان او 1 سال تمام عزاداری کردند. علیشیر نوایی در مرگ استاد بزرگوار و برادر جانیش عبدالرحمن جامی مرثیه جانسوز می سراید که هنگام قرائت آن از زبان مولانا حسین واعظ کاشفی همه می گریند. مرثیه مذکور بشبهه یکی از بهترین نمونه های شعر در ادبیات تاجیکی فارسی می باشد. نوایی از جمله در خطاب به روح پاک استاد و دوست بزرگوار خود نوشته بود: تو برفتی و دل خلق جهان زار بمان، تا قیامت به فراق تو گرفتار بمان. دوستی و صداقت مولانا عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی که در این دو مصرع بر اعلی احساس می شود، نمونه برجسته و عبرت‌آموز دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک به شمار می رود. همچنین نوایی به خاطر دوست و استاد بزرگوار خود به نام خمسة المتحیرین اثر نوشت و یکی از تالیفات جامی را به زبان ازبکی قدیم ترجمه کرد. بخش چهره‌های ماندگار در باب عبدالرحمن جامی پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان ادامه دارد.